من انام دهواری هستم. پدرم شیخ علی دهواری از علمای اهل سنت سیستان و بلوچستان و از قربانیان جمهوری اسلامی است. پدرم در آبان 87 به ضرب گلوله در خیابان کشته شد. به عنوان امام جمعه شهرستان سراغان در سیستان و بلوچستان که به فعالیت‌های اجتماعی، مدنی و امور خیریه می‌پرداخت، جایگاه اجتماعی پدرم، فعالیت‌های مدنی و مذهبیش و عقایدش به عنوان تهدیدی علیه جمهوری اسلامی تلقی شد. فعالیت‌هایی که بر نزدیکی بین مردم به رغم اختلاف عقایدشون، کنار گذاشتن برخی خرافات مذهبی، انعکاس مشکلات مردم و پرورش دادن ده‌ها شاگرد متمرکز بود. پدرم که بیش از 30 مسجد، مدرسه دینی و مراکز آموزشی ساخت، از احترام ویژه‌ای بین اهل سنت برخوردار بود. از ابتدای دهه 70 تا پایان عمرش در 48 سالگی چندین بار توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی تهدید شد. دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی از پدرم خواسته بودند تا گزارش دقیق فعالیت‌هاش رو در اختیارشون قرار بده تا مبادا علیه نظام تبلیغی بشه. اما انعکاس مشکلات مردم و دفاع از آنچه که عقیده اهل سنت شناخته میشه برای جمهوری اسلامی قابل تحمل نبود. پدر من بارها به صورت مستقیم تهدید شد. علاوه بر اون برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی به پدرم هشدار داده بودند که پروژه حذف فیزیکی ایشون کلید خورده. پدرم در آبان 87 در حین بازگشت از مسجد وقتی به همراه برادر کوچکترم بود مورد هدف گلوله قرار گرفت. 2 موتورسوار از فاصله نزدیک به نقاط مختلف بدن پدر من شلیک کردند. پدرم جان خودش را از دست داد، برادرم جان سالم به در برد، اما با گذشت بیش از 15 سال از این ماجرا سوگواری برای خانواده من ادامه داره و این شوک به پایان نرسیده.